یکی ادعای خدایی کرد، گرفتن بردنش دادگاه. قاضی بهش گفت میدونی پارسال یکی ادعای پیغمبر کرد، فکشو پیاده کردیم. اینم گفت خوب کاری کردین، چون که من نفرستاده بودمه. صبر کن ببینم ناکسه. هر بسیجی هم فهمید که میخوای بگی این همه جار و جنجال چیه که سر دکترای تقلبی نوبخت بدبخت را انداختیم. رئیسش که خود حاجی روحانی باشه دکترای تقلبی داره. البته خب بازم جای شکرش باقیه که همینجا ترمزن زدی و نرفتی رو کشکی بودن آیت الله العظمایی مقام عظما که تا روزه خونی بیشتر نخونده. منم تشکر میکنم که شما وارد جزئیات نشدین. آیه دکتر، دلخوش مشنگ نماینده مجلس. بله، همون مشنگه گفت اونقدر تو منطقه سیل زده کتک زدن که باید تو بیمارستان باشه. این نماینده اینقدر شعور ندارن که نباید هر حرفی رو توی تریبون لعنتی بزنن؟ خب نه دیگه، اگه شعور داشت که خب راش نمیدادن تو مجلس که. وقتی رحمانی فضلی وزیر کشور دراز تو دوربین نگاه میکنه میگه فرماندار مرسی هیکلشو 3 بار عین چی گرفتن کتک زدن، از یه نماینده دوزاری دیگه تو چه توقعی داری؟ آی دکتر پس این لاریجانی اولاق چه کاره است؟ چرا جلو اینو نگرفت که این لو نده؟ اون از این مشنگتره. تو چی میگی؟ آنچنان سینجیمش کرد که آخرش برگشت گفت خودت بری میزننت. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بذار بهادو عرض میکردم بله، میفهمودن که مشنگه بچهشو واسه امتحان هوش برد پیش روانپزشک که یه چلو صافی داد به بچه، گفت برو اینو زیر شیر پر آب کن واسه من بیار. پدره برگشت که آی دکتر این خسته است، شما آزمایش شروع کنین من میرم میارم براتون. روشن شد یا برفستم دنبال شیر آب. آیه دکتر، سردار سعید قاسمی هم گفته من نمیخوام بچه‌ام برن دانشگاه چون ریزش میکنن. بعدم گفته تو نظام دیگه دنبال رویش نباشیم، حواسمون به ریزش ها باشه. توی این هیری ویری که سپاه رفته تو لیست و 1000 تا بدبختی گریبان نظام الهامونو گرفته، این حرفا چیه؟ باعث ریزش بیشتر نمیشه؟ این ناکس که اینقدر گرد و خاک میکنه میخواد ریزشی بودن خودشو قایم کنه، خودش هم ریزشیه. یه جمله تو بهش بگو، من نمیگم که پر رو بشه، بهش بگو لطفاً از شعورت استفاده کن، قول میدم اگه تموم شد بازت برام بخرم. قاسمی ناراحت نشد، دکتر بزن بهادر از ته دلش گفت عزیزم تو از این شعورت استفاده کن، قول میدم اگه تموم شد بازم برات بخرم. روشن شد یا کمی شعور برات بیارم. ببینم چی شد. ببخشید دکتر جوگیر شدم، بیا اگه ناراحت شدی جبران کن. نه نمیخواد، تو فعلا بذار من اول حساب اینو برسم، بعد حساب اون با تو انجام میدم. این مشنگ قاسمی رو آوردن که به بقیه روحیه بده ولی خودش بیشتر از اونا ترسیده. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بذار بهادر عرض میکردم بله، میفهمونن که دکتر دندون پزشک هی میگفت آروم باش حسن، این یه عصب کشی ساده است، اینقدر نلرز، سعی کن استرس نداشته باشی. طرف گفت دکتر رسول که حسن نیست، دکتر گفت میدونم حسن خودمم. روشن شد یه همچین بذارن که استرس بگیری. پس این بی خودی داره ریزش میکنه، جای نگرانی نیست. نه خیلی خیلی هم جای نگرانی هست، ولی این بیشعور باید شعور داشته باشه، یه جور نرمتری بگه. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بذار بهادر عرض میکردم بله، میفهمونن بابای طرف مرده بود، به مشنگی گفتن یه طوری بهش بگو که ناراحت نشه. مشنگی رفت بهش گفت چه غذایی دوست داری؟ گفت زرشک پلو با مرغ. مشنگی زد زیر گریه، های های، گفتش که بابای مرحومتم زرشک پلو با مرغ دوست داشت. روشن شد یا برفستمت زرشک پلو بخوری با مرغ. آقای دکتر سوال بعدی در مورد نامه شیخ فری به مقام عظما در مورد کمک به سیل زده ها. خب یه نامه تکون دهنده است، نشون میده حرفای دشمنای نظام که میگن اینا به فکر مردم نیستن درست نیست. اگر راست میگید پس این نامه چیه؟ دیدی بازم مالیدی به جدول لاستیک و قلب کن کردی این هوا. ناکس شیخ فری
از عضما خواست که از اون 80 میلیارد دلاری که تو صندوق توسعه ملی هست بده واسه سیل زده ها. اما مقام عضما بعد کلی تعارفی که پاره کردن گفت این غلطا به تو نیومده، برید از همون بودجه عمرانی که خودتون تصویب کردین وردارین. این صندوق مال خودمه، مال یتیمم که خوردن نداره. آیه دکتر با بودجه عمرانی که نمیشه یه پل هم ساخت. حالا کی میخواد پل بسازه؟ میخوان افه بیان، افه هم میشه اومد. مرحوم بابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن از طرف پرسیدن بعد از جراحی سنگینی که پسر تو از مرگ نجات داده چی براش هدیه گرفتی؟ گفت اون بی ام وی رنگ متالیک آلبالویی اون طرف خیابون پارک کرده رو تماشا کنید، میبینینش؟ گفتم بله. گفت خب یه جوراب همون رنگی براش گرفتم. روشن شد یا بفرستم به دنبال جوراب خوش رنگ. آی دکتر خیلی به آدم بر میخوره که نظام سندکامو برد تو لیز، اما اینا اومدن تو خلیج فارس مانور به اون بزرگی کردن. نمیشد با رگباری از موشکای زمین به دریا فکی ازشون پیاده کنیم که دیگه از این کارا نکنن؟ نمیشد یه 10 تا از این قایقای تندرو بفرستن همه ناواشون رو غرق کنن؟ چرا جیکمون در نیومد؟ بالاخره نظام به اینا چی میگه؟ مرحوم بابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که عکس یک کرگدن تکشاخ خطرناک رو به مشنگه نشون دادن. گفتن تو ولایت شما به این چی میگین؟ مشنگه گفت ما به قبر 7 جد و آبادمون میخندیم که به این چیزی بگیم. حالا که میترسیم چرا راه حلای دیپلماتیک رو انتخاب نمیکنیم؟ آخه بعد از اون هارت و پورتای 1000 کیلومتر بکشین عقب که کردیم، خب الان همه میفهمن که راه حل دیپلماتیک یعنی مثل سگ ترسیدیم. مرحوم بابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که سگه قند مشنگه رو خورد، مشنگه پرید بهش گفت چخه، سگه برگشت پاچش رو گرفت، مشنگه رفت سراغ راه حل دیپلماتیک، گفت به ارواح بابا واسه قند نیست، دندونات خراب میشه گلم. آیه دکتر شما مقام عظما رو کردین یک ترسوی بزدلی که از سایه خودش هم میترسه. نه خیر، بی خودی تهمت نزن، از سایه خودش نمیترسه، از همه چیزای بیرون خودش میترسه. آیه دکتر خواهش میکنم یه راه حل اترافیکی که بذار پیش حرف این روشن بدبخت فلک کرده. تو که همش داری راه حل